رسانه‌ها که ماشاءالله چهار تا دلغک گذاشتن تو تلویزیون که هر روز یکی پا میشه واسه اینکه مردم مشکل دارن، هزار تا مشکل دارن. بیام مردم رو سرگرم کنن. مردم الان تو این شرایط اقتصادی، تو این شرایط مالی صبح میخوابین دلار 110 تومن، شب پا میشه 150 تومنه. بعد یه دلغک رو میذارن تو تلویزیون، میاد صحبت کنه، افکار عمومی درگیر کنه، بگه نمیدونم یه صحبت از بنزین بکن، مثلا یه صحبت از مردم پول ندارن، نون ندارن بخورن. بیا این صحبتو بکن. رفتی تو تلویزیون دلغک بازی در میاری واسه من، دلغک راجع فوتبال صحبت می‌کنی، یه بازی استرالیا نبود که تو چی نداشتی تو زندگی. بعد میاری فوتبالیستا حرف می‌زنی، خودشیرینی می‌کنی که 4 نفر ببیننت. ما هم از صدا سیما خواهش می‌کنم امثال ایشونو تو تلویزیون راه ندن. آره خیابانی رو هر کی می‌خواد باشه ایشون. گفتن که کل آدم خوب شد فوتبالیستا بی احترامی کرده، به کل خانواده فوتبالیستا بی احترامی کرده. این به نظر من دلغکه. این دلغکی رو ندیم، واسه دلغکی آوردنش. واسه افکار عمومی. یه راجع به نداشتهای مردم صحبت کن. یه راجع به اون بنده خدایی که حقوقش مایده. Did you see how they support us this way this today? Yes. Top. This is Top. crazy. Yes, top. شما بیا راجع به اینا صحبت کن. بعد یک رسانه‌ای ملی رو میگیری راجع به فوتبالیستا، خانواده فوتبالیستا صحبت می‌کنی. کی به شما اجازه میده اونجا؟ بعد میشینین کنار هم میخندین، هر چه کردن اصلا خود خانواده‌اش، من از خانواده‌اش خواهش می‌کنم راه ندن به تلویزیون. من از خانواده‌اش میگم اینو نذارن یه تلویزیون، واقعا داره آبروی همه رو میبره. راجع به شما تو تیم ملی هم صحبت کردم. اصلا اون که برای مهم نیست، من راجع به مردم دارم صحبت می‌کنم. مردم میگن راجع به مشکلات مردم صحبت کن. من وضعیت مردم میبینم، به خدا میرم بیرون، به قرآن نمیرم رستوران، اصلا نمیتونم ببینم این سری افرادو، ندارم بخورم. من راجع چی صحبت کنم؟ مثل یه بنده خدایی تو تلویزیون خودشیرینی کنم؟ نکن. من راجع چی صحبت کنم؟ این دوباره راجع به صحبت کردیم. ما حمایت از آخوندات کردیم. خب مشخصا معلومه همه ایران، کل رسانه‌های ایران از تلویزیون همه ضد تراکتورن. این طبیعی هممون میدونیم. ما هوادارمون انتظار بازی خوب از ما دارن. ما زمین که نداریم. زمین ما هر تیم جلوی ما بیاد ضعیف‌ترین تیم جلوی ما نشه، چون ما فوتبالمون رو زمینه. ما اصلا نمی‌تونیم فوتبال بازی کنیم. پاس می‌خوایم بدیم، نه استوب می‌تونیم بکنیم، نه چیزی. ما از مسئولای عزیز آذربایجان تبریز یه مرد رو تنها گذاشتین. حالا من می‌خوام بگم یه بنده خدا رو انداختین اینجا، آقای زنوزی تگ تنها اینجاست. کل مسئولای تبریز 6 ماه داریم به ما زمین میدیم. تمام بازی‌ها حساسمون توی بانندزه داره برگزار میشه که به نظر من استاندارد نیست. زمین کوچیک نمی‌تونه، هوادارمون نمی‌تونن بیان، همه چی افتضاح. شما انتظار قهرمانی از ما دارین، شما زمین به ما بدیم ما بازی کنیم. ما اصلا نمی‌تونیم این زمین بازی کنیم، شرایط انقدر بده. ما استرس بازی نداریم. ما امروز برای زمین فقط بتونیم تو استاپ کنیم. مردم و هواداران انتظار دارن. مسئولای عزیز، شما اومدین بنده خدا آقای زنوزی این همه هزینه کرده، شما یه زمین هم بهش بدین، یه کمکش بکنین، دست به دست هم بدین، این تیمو کمک کنین. اینجا هم توی تبریز هم نمیخوان تراکتور نجبی از نظر من. زمین که نداریم، امکانات که نداریم، هیچی نداریم. آقای زنوزی با این همه هزینه یه نفر تو تبریز کمکش کنه. من میگم کی کمکش کنه، منم بگید. 6 ماه زمین ازش گرفتن. زمین استادیوم یادگار. شما قهرمان شی با این زمین، قهرمانی نخواین از تراکتور به نظر من. نمیتونیم بازی کنیم. ضعیف ترین تیمای دیگه هم از ما نجم میگیره اینجا. حالا بازی پرسپولیس هم گفتن اینجا برگزار میشه. ما رو زمینه. ما نمیتونیم بگیم سیرش بازی کنیم. به من پاس میده، من میخوام استاپ کنم، 2 دقیقه دنبال استاپ کردن توپ میخوره زمین، توپ میره چپ میره راست، نمیدونیم توپ کجا میره. اینه که اونایی که فوتبالیستن متوجه میشن من چی میگم. بازی پرسپولیس هم الان گفتن که تو بنیان‌نویس دادن. اینجا بازی برگزار کنین اشتباهه برادر من. شما میخواید با پرسپولیس باشین، میخواید با تیمای دیگه باشه. با تمام احترام به تیمای دیگه، ما تو یادگار بازی کنیم با اختلاف 10 امتیاز اول جدول به نظر خود من. یعنی خیلی تاثیر گذاشته. 90% تاثیر داره. ما فراموش کردیم تو یادگار بازی کردن. شما 5 هفته ما یادگار ببریم، ما نمیتونیم بازی کنیم. گفتن که تا بهمن ما نمیتونست اگه استفاده بشه خراب میشه، نمیدونم. من به نظر من من نمیدونم چی بگیم. اینجا 60 میلیارد 100 میلیارد هزینه شده، هیچ کی هم جوابگو نیست. میان ببخشید داره سیاه نمایی میکنن پیش مردم که زمین عالیه، زمین چمن برمی‌داری در میاد. بعد اینجا زمین ببین. یه چیز فاجعه است. برادر کمک کنی، این تیم تنهاست به نظر من. نه رسانه داره. رسانه ملی که دست تیمای رنگیه. ما اصلا رسانه نداریم. ما هیچ اینجا نداریم. خودمون باید بجنگیم. هوادارمون که یه دل باشیم برادر، هواداری از یه دل باشیم، چون همه رسانه‌های ملی تمام تیم‌ها دارن شما رو میذارن قهرمان شدی. تیمت داره واسه قهرمانی میجنگه. اگه می‌خوای واسه قهرمانی بجنگی، یه شما دو دسته نشین. یه دسته باشین، تیمتون حمایت کنه. اتفاق نیفتاده. ما مشکل داریم، شما تیمتون رو حمایت کنید. زمین نداریم. حالا تو شما با من صحبت کنید با همه تیم بازی کنیم. به نظرم تراکتور امسال مدعی اصلی قهرمانی نیست. اینو به خاطر اینکه من فکر می‌کنم براتون به چه دلیلی تنها تیمی که باید به تیم استقلال و پرسپولیس تراکتور فکر کنم سپاهان مدعی اصلی قهرمانی باشه. فکتش میارم براتون که شما که فصل قبل رو نگاه کنید چرا تراکتور مدعی اصلی و قهرمان، چون تو ورزشگاه خودش بازی می‌کرد، چون یادگار بازی خودش انجام میداد، عادت کرده بودیم اونجا و شما دیدید پرسپولیس استقلال فصل قبل استادیوم نداشتن و می‌جنگیدن، ولی خود می‌دونید بازی‌ها مساوی می‌شد، یکی میشد، سخت شد از قهرمانی دور افتادن. ولی سپاهان شما ببینید، سپاهان هم این اتفاق فصل قبل براش افتاد، تقریبا 5 صد بودن، تیمشون بالا بود، یهو رفتن فولاد رفتن عراق، چند تا بازی بیرون انجام دادن که دیگه یهو افت کردن. پس به نظر من با این اتفاقی که واسه تراکتور داره میفته، با زمینی که ما هر روز داریم توش تمرین می‌کنیم و این اجازه رو نمیده که بچه‌ها ما 5 تا 6 تا پاس با کیفیت به هم بدن، به نظر من مدعی اصلی قهرمانی الان تراکتور و پرسپولیس استقلال نیست. شما نگاه کنید استقلال و پرسپولیس شما الان ببینید چرا بعضی بازی‌ها رو تو همین زمینایی که بیرون دارن مثل شهر قدس جایی بازی می‌کنن به زوریا مساوی می‌کنن یا یکیش، چون به نظر من تجربه کسب کردن واسه فصل قبل اونجا بودن، قرار به اون زمین عادت کردن، ولی ما تراکتور اولین بارمون تجربه کسب کردیم تو همین زمین تمرین خودمون. یعنی واقعا چیز ناراحت کننده فقط اینو به مردم تبریز و هواداری تراکتور بگم که با این اتفاقی که مسئولین تو ورزش یادگار دارن انجام میدن، اگه بخوان همین اتفاق ادامه دار باشه مسلماً حالا ما سعی تلاش خودمون می‌کنیم، می‌بینید که تمام تلاشمون می‌کنیم، تیم هم انگیزه زیادی دارن دور تراکتور، ولی ما رو تو این زمین از مدعی قهرمانی دور می‌کنه. یعنی چمن خیلی تاثیر می‌ذاره. شک نکن، اصلا شک نکن، چمن باید هوادارا یه جوری باشن که ما برای ما هر روز داخل چمن تمرین می‌کنیم و وقتی که تو این چمن تمرین و ما کلاً
2 دقیقه از هتل میایم تو زمین، یعنی اون انرژی و اون حس بازی نیست. ما وقتی که بازی پرسپولیس هم میگن قرار اینجا برگزار بشه. ببین من دارم میگم خب به هر حال 2 تا تیم بزرگ با هم بازی دارن، 2 تا تیمی که واقعا شاید فکر کنم پربیننده‌ترین بازی باشه که قرار هفته دیگه برگزار بشه. نه اصلا اجازه بدن. من اصلا کاری ندارم. من میگم واقعا باید ارزش قائل شه واسه فوتبال، واسه ورزش. مردم خیلی دوست دارم. به نظر من شنیدم فکر کنم یه جلسه امروز برگزار کردن که امیدوارم که بازی تو یادگار بشه و چون هم پرسپولیس بزرگ هم تراکتور الان مردم لذت ببرن از این بازی. من میگم من خودم شخصا دوست ندارم تو بنیان دیزل همین اتفاقی این زمین با این استادیوم بازی برگزار بشه، چون واقعا واسه دو تا تیم بده و هوادارا نزدیکن. به نظر من اگه قرار اتفاق اینجا بیفته، من به نظرم مثلا همون بازی که پرسپولیس سال اینجا اومدن بازی بدون هوادار باشه. و این به نظر من بی احترامی به هواداری تراکتور هستش و امیدوارم تا فردا این تصمیم بگیرم و بچه‌ها یادگار بهمون بدن که ان شاء الله بتونیم رو میگم تبریک میگم به بازیکنانم، به همه علاقه‌مندان به تیم تراکتور و یه تشکر خیلی اساسی باید بکنم از خانم‌هایی که امروز تو ورزشگاه بودن. نمره 10 از 10 میدم بهشون. انرژی که امروز به ما دادن فوق‌العاده بود و از اینکه تیمم تلاش کرد تو این زمین پرس کرد، جنگنده ظاهر شد تو زمینی که بسیار سخت بازی کردن روش. بسیار راضی‌ام و تمام کارهایی که نیاز بود و تمام تلاش بچه‌ها رو توی زمین دیدیم. باز باید بگم که زمین علاوه بر سفتی و سختی امروز مقداری لیز بود و باعث سخت شدن کار ما شده بود، ولی در نهایت کاری که می‌خواستیم رو با موفقیت انجام دادیم و انتظار بازی بعد رو می‌کشیم. جا داره دوباره به همه تبریک بگم. نظرم اینه که فردا 9 صبح خودم برم استادیوم یادگار رو ببینم و ببینم شرایطش رو. مطمئنم چطوره. I want 100,000 people there. چون اگر که زمین شرایط مناسبی داشته باشه می‌خوام یه استادیوم 100,000 نفری پر ببینم. اگر زمین اجازه رو بده. بازی بسیار حیاتیه برای ما، بازی بی‌نهایت مهمیه. و به حرف کسی گوش نمیدم تا خودم نبینم باورم نمیشه. اگر وضعیت استادیوم خوب باشه به هیچ وجه راضی نمیشم جای دیگه ای بازی بکنیم. At least I will try to see myself. حداقل زورم رو میزنم تا خودم برم و با زمین رو ببینم.